جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به آسیای مرکزی همزمان با اظهار رفاقت با کشورهای منطقه رهبران خودکامه آنها را به مراعات حقوق انسان و رواج دادن دموکراسی تشویق کرد. جان کری روز 1 نوامبر در ملاقات با وزیران امور خارجه تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان در شهر سمرقند گفت بیشک پیشرفت در حکومتداری دموکراتی به پیشرفت در تمام عرصه‌های مساعدت می‌کند که ما درباره آنها گفتگو داریم. جان کری از ازبکستان به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرد و قرار است روز 3 نوامبر به دوشنبه برود. سفر جان کری به 5 کشور آسیای مرکزی در 2 سال اخیر در حال صورت می‌گیرد که چین و روسیه برای تقویت نفوذشان در منطقه فعالتر شدند و گروه‌های تندرو و مثل گروه دولت اسلامی با استفاده از کم بی‌ذاتی و ناامیدی مردم می‌خواهند منطقه را ناآرام کنند. روز 1 نوامبر هنگام مذاکرات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با جان کری، یک خبرنگار آمریکایی کوشش کرد از دو رهبر درباره وضع حقوق انسان در ازبکستان سوال کند، ولی او را از تالار بیرون کردند. در این باره خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی سیراج الدین اسلام تفصیلات بیشتر داد. سیراج الدین اول درباره اهمیت سفر جان کری به منطقه و به خصوص به ازبکستان میگفتی. حکومت ازبکستان الان خیلی نیاز دارد با کشورهای غرب، خصوصا با آمریکا، یک ارتباط خوب داشته باشد، مخصوصا در ساحه‌های اقتصادی، سیاسی و غیر از آن، در ساحه امنیتی، چون حکومت ازبکستان از حوادثی که در اون طرفی دریای امو، یعنی در قلمروی افغانستان در شمال و شمال شرق افغانستان رخ می‌دهد خیلی نگران است و به نظر می رسد که ازبکستان با امریکا، با واشنگتن می‌خواهد یک مناسبت نزدیک از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته باشد. و آیا وزیر امور خارجه آمریکا مسئله مراعات حقوق انسان را با رهبران ازبکستان هم مطرح کرده است؟ فکر میکنم که شاید در این گفتگو بین آقای جان کری و اسلام کریموف مسائل حقوق بشر مطرح شده باشد، ولی آشکارا چیز نگفتند. فقط جان کری گفت که مسائل حقوق بشر برای امریکا خیلی مهم می باشد، ولی برای حکومت ازبکستان که سالهای زیاد از در مسائل حقوق بشر انتقادهای زیاد را از طرف غرب میشنود، این مسئله مهم نیست و همیشه اسلام کریموف میخواهد این مسئله حقوق بشر را، وضع اجتماعی مردم، وضع سیاسی کشور را صرف نظر کند و بیشتر تمرکز را به مسائل اقتصادی و همکاری‌های اجتماعی و امنیتی با امریکا گذراند. و واقعا درباره حادثه از ملاقات بیرون کردن یک خبرنگار آمریکایی میگفت که میخواست از جان کری در سمرقند دایر به وضع حقوق انسان سوال کند. البته صداهای خیلی زیاد بود در این مسئله، مخصوصا در خود امریکا این نقطه را خیلی زیاد مطرح کردند، ولی از نگاه دیپلماتی چیزی نشده است. شاید این واخوری پیش از واخوری بین جان کری و اسلام کریموف ژورنالیست‌ها در آمدن، عکس‌ها را گرفتند، ولی حق سوال دادن را، یعنی سوال دادن نداشتند، چون این گفت شنید بود، نه انجمن مطبوعاتی. تشکر. سیراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت می‌کرد.